این موجی که آمده، این سیلی که آمده، همه رو تحت تاثیر خودش قرار داده. جوابم نگرفت. جوابی که من الان به شما میدم، اون چیزایی که شما از غرب گرفتی کدومش بد بود، کدومش خراب بود؟ شما اصل تفکیک قوا رو از غرب گرفتی. اصل تفکیک قوا غلطه. اساس بنیان جمهوری اسلامی رو بعد از 33 سال اصل تفکیک قوای روسو داره. شما اصل تفکیک قوا رو از کی گرفتی آقای دکتر صلواتی؟ آقای دکتر خسروپنا، شما اصل تفکیک قوا رو از قال صادق گرفتی، از قال باقر گرفتی، از کی گرفتی؟ من به شما میگم نمیخواد شما عرض بکنید. شما اصل تفکیک قوا رو عزیز من از روسو گرفتی. شما این که قدرت حکومت باید محدود بشه، قدرت حکومت باید محدود بشه به قانون. شما این از کی گرفتی؟ اووردی تو مشروطه، تو صدر مشروطه قرار دادی. این که حکومت باید پاسخگو باشه در قبال مسئولیتاش، در قبال وظایفش، اینو شما از کی گرفتی؟ از کجا گرفتی؟ چرا شما میگید اینا بدن؟ اینا اساس درست بوده و ضروری. اینا اساس عزیز من، اینا همه اساس بنیان جمهوری اسلامی هست. این که شما هر 4 سال یه بار باید رئیس جمهور انتخاب کنی، نه، شما از کجا آوردی؟ از اسلام گرفتی، شما از فقه پویای شیعه گرفتی. اینو از آقای دکتر میپرسیم. بفرمایید. حالا آقای دکتر خیلی حس و جوش نخورن که نه آخه زور میگین شماها. میدونی شما میگید که این از غرب اومده خراب و فاسده بنویسید. من میگم آقا اساس و بنیان جمهوری اسلامی از غرب اومده. خدمتتون ببینید تای حرف آقای خسروپنا و حضرت عالی و اسلامگرایان دیگر این است که اگه من به شما بگم که آقا جون اسلام برای چی اومده، حضرت عالی و این بزرگوار به من جواب میدید که اسلام آمده است که انسانها رو خوشبخت بکند، سعادتمند بکند. درسته؟ در این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم اگر به تعالیم اسلام ما توجه بکنیم، تعالیم اسلام رو بریم به دنبال تعالیم اسلام، ما خوشبخت میشیم. درسته؟ حالا یه عده اومدن به اسم مجله کنار گذاشتن. نه حالا ایزه بده. حالا یه عده اومدن بدون اینکه از خدا کمک بگیرن، بدون اینکه از کلیسا کمک بگیرن، بدون اینکه از وحی کمک بگیرن، اومدن گفتن ما داریم زندگی میکنیم و وضعشون هم خیلی بد نیست. ببینید خب حالا من با آقای خسروپنا میگم آقای خسروپنا یه عده‌ای دارن اونجا زندگی میکنن، با خدا هم خیلی کاری ندارن، با کلیسا هم خیلی زندگیشون هم خیلی بد نیست آقای خسروپنا. دلیلش هم این هستش که میلیون ها نفر ظرف 150 سال گذشته از این کشورهای اسلامی پا شدن رفتن اونجا. تو این 150 سال گذشته 20 نفر هم از اونجا پا نشدن بیان تو کشورهای اسلامی. پس اینا مثل که خیلی هم جامعهشون اینا بد نیست. آقای خسروپنا و خسروپناها و صلواتی ها و زیبا کلام ها چاره ای ندارن الا اینکه بگویند که نه شماها درست نمیبینید. اینا اینه به علاوه یک مشکل دارن. این بدبختا خودشون هم نفهمیدن. برای اینکه آفرین داره میگه اینا بعدا محیط زیست مشکل پیدا کردن، طلاق مشکل پیدا کردن، هزار یه جور بحران هویت پیدا کردن، همجنس باز شدن، گاو پرست شدن. نه حالا من دارم ببینید میدونید مشکل از کجا شروع میشه؟ مشکل از اینجا شروع میشه که اگه من با آقای خسروپنا بگم آقای خسروپنا تو به من گفتی دین منو خوشبخت میکنه، من الان دارم میبینم یه عده دینو گذاشتن کنار و خوشبختن. آقای خسروپنا چاره ای نداره الا اینکه به من بگه که اون بدبختا فکر میکنن خوشبختن، اونا هزار یه جور مشکل دارن. آفرین، توهم خوشبختی دارن. خوشبخت ما هستیم که از خدا و پیغمبر و ائمه و اینها ما داریم کمک میگیریم. ببینید ما باید این مسئله رو حل بکنیم که آیا دین شما از من نپرسید آقای زیبا کلام شما مهمترین کتابت چرا به اسم غزالی کردی؟ چرا تقدیم غزالی کردی؟ میدونید چرا؟ چون این مسئله رو غزالی حل کرده. اتفاقا این مسئله رو غزالی حل کرد. آقای خسروپنا 33 ساله داره به من میگه که بهترین بانکداری در اسلامه، بهترین نوع حکومت در اسلامه، بهترین حقوق در اسلامه، بهترین قانون در اسلامه، محیط زیست رو فقط از طریق قوانین اسلام میشه، خانواده فقط از طریق قوانین اسلام هستش که طلاق توش اتفاق نمیفته. حالا اجازه بده اینا رو داره به من میگه، ولی من رومو اونور کردم میبینم یه عده دیگه بدبخت نیستن خیلی.
بنابراین به آقای خسروپنا میگم خسروپنا چی شد؟ تو گفتی که اسلام منو خوشبخت میکنه، من الان دارم میبینم که یه عده کافر هستن به اسلام کاری ندارم خوشبختن. غزالی میدونی چرا اینو حل کرد؟ برای اینکه غزالی چشم منو باز کرد. غزالی به من گفت کی گفته که اسلام آمده که بانکداری درست بکنه؟ کجا پیغمبر به شما گفت که من اومدم بانکداری امت برای شما ایجاد بکنم؟ غزالی به من گفت، غزالی به من یاد داد که نگاه دیگری به شریعت است. دین آمده است که بگوید اون دنیا است، آخرت هم است، معادم است، قیامت هم است، خدا هم است، بهشت و دوزخ هم است. این همه آموزهای اجتماعی دین آمده. من میگم ببین اگر شما اینجوری به دین نگاه بکنی اون وقت دیگه نمیگی که انگلیسی ها بدبختن. انگلیسی ها فکر میکنن خوشبختن، آمریکایی ها فکر میکنن آمریکایی بدبختترین مردم روی زمین هستن. چرا شما تو اینو باید بگی؟ برای اینکه تو میگی فقط و فقط زیر چارچوب دین، زیر علم دین هستش که انسان ها خوشبخت میشن. جایی برای فلسفه سیاسی هم هست، یعنی عقل ما هم دخالت داره. حالا ببینیم نظر ببین اولا